در رقابت جهانی اولین 2 امتیاز 55 کیلو میاد سالتو رو هم چاشنی کار بکنه، بالا بیاره، لیفت کنه، از دست اون رها میشه کشتیگیر اوکراینی. اودنوول از اوکراین، اونوول از اوکراین در همون ابتدای کار نفس حریف و آرمین شمسیپور گرفت، با یوری شیکیپور کمر حریف رو گرفت و 2 امتیاز میگیره. 30 ثانیه از این مبارزه رو سپری کردیم در وزن 55 کیلوگرم رقابت‌های جهانی امیدها در کشور سربستان. 2 بنده قرمز کشتیگیر ماست شمسیپور و اون طرف کشتیگیر اوکراین. ما با اوکراین ها رقابت نزدیک و شانه به شانه ای داریم. چه دستویی میکشه، حریف خاک میکنه، 4مین امتیاز رو ثبت میکنه، مثل قلاب دستاشو حلقه کرده دور کمر حریف، اون رو بالا میاره، سال دوباره انداز جانانه ای میزنه. بنازم به تو چه کردین پهلوان ایرانی از دیار رستم و سهراب و اسفندیار اومد در میدان جهانی شاهکار و آتش بازی به پا کرد. دستش باید به عنوان فرد پیروز بالا بره. جوان شایسته 18 ساله ما، سال اول جوانان حوزه در امیدها 5 سال میتونه کشتی بگیره. این جوان چه کشتی گرفت، چه مادر